استاد ما سوال نداریم، یا دعا پرسیدنیم. ما اینجا خوریم، همین سال ختم گذاشتنیم. اگر میتونستین در حق شما دعا میکردیم. البته برادر عزیز، دعا طلب کردن از یک برادری مسلمان، خاصتا شخصی که گمان کرده میشد که دعایش قبول است مانند پدر و مادر، جایز است، لیکن افضل نیست. آنهایی که جایز میگن تکیه به آن حدیثی که پیامبر صلی الله علیه وسلم و حضرت عمر گفتن که لا تنسانا من صالح دعائک، او کما قال علیه الصلاة والسلام. ای عمر، ای برادر جان، دادر میشد یا اخیه، یعنی حضرت عمر از پیامبر صلی الله علیه وسلم 13 سال خورد. 13 سال خورد. گفتن که ای دادرکم، دعا رو در حق ما فراموش نکن. گفتن یعنی همین دلالت میکند که دعا طلب کردن اجازت است. فقط این حدیث سندش متکلمون فی، یعنی در صحتش اختلاف است. و وقتی که یک صحابه خست و گفت که یا رسول الله ادعو الله ان یجعلنی منهم، یا رسول الله دعا کنید که الله تعالی مرا از جمله آن 70,000 نفر آدمایی که به جنت به حساب و کتاب میداره از جمله آنها گرداند. گفتن که انت منهم، تو از آنها هستی. نگفتن که تو از من دعا طلب کردی، نگفتن. این دلالت به جایز بودنش میکنه. لیکن برای چی ابوبکر خسته همین دعا رو طلب نکردن؟ حضرت ابوبکر نگفتن که یا رسول الله دعا کنید که مرا الله تعالی از جمله ما 70,000 نفر گرداند؟ نگفتن. حضرت عمر نگفتن، حضرت عثمان نگفتن، حضرت علی نگفتن رضی الله عنهم، یا یگان مادرای مومنان نگفتن. یک صحابه گفت که ما وای صحابه فقط در همین حدیث میشناسیم. سبقك بها عکاشه ابن محصن، یعنی صحابه غیر معروف است. این مانند ابو هریره و ابن عباس و ابن عمر نیست که هر روز شنویم. یعنی یک صحابه که غیر معروف است گفت که یا رسول الله من دعا کنید که از جمله می 70,000 نفر باشم. گفتن که انت منهم، تو از همین هایی. گفتن. لیکن برای چی این بزرگا دعا طلب نکردن؟ این دلالت میکند که دعا طلب کردن از بنده ها اگرچه اجازت است، نکردن افضل است تا اینکه خودتان رو دعا کنید. یگان انسان به شما مهربانتر از خودتان نیست، یعنی غیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم و غیر اهل علم که آنها واقعا برای تمام مردم غم میخورن، میخواهند که خیلی که ابن عباس گفتن که من میخواهم که هر علمی که من دارم تمام مسلمان ها داشته باشم. امام شافعی گفتن که هر چیزی که من میدونم من میخواهم که همه مسلمان ها داشته باشن و به من نسبت نتی، یعنی نماینه امام شافعی آمیختیم نگون، فقط من همین تمنای برای مسلمان. چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه، یکی شما مؤمن نمیشه تا مادامی که آن چیزی که برای خودش دوست میداره برای برادرانش دوست ندارد. آدم علم دار و آدم مومن باید دوست دارد آن چیزی که برای خودش دوست می‌داره برای دیگران دوست دارد. بنابراین بزرگان میگفتن که کاش تمام مسلمان ها علمی که من دارم می‌داشتند، چون که علم همه وقت فایدهش است. همینه برای تمام مسلمان ها تمنا کردن، آرزو کردن. خب بنابراین این بود مسئله طلبی دعا کردن، یعنی گناه نیست، جایز است، خیلی که گفتیم. و مادامی که قرآن را حفظ کرده باشید خوشا به حالتان. پیامبر صلی الله علیه و سلم که اهل القرآن اهل الله و خاصته، اهل قرآن اهل الله است و از جمله خاص های الله است و از احترام الله است، از بزرگداشت احترام، از بزرگداشت الله است بزرگداشت حافظ قرآن. یعنی ما حافظ قرآن حرمت میکنیم به خاطر الله تعالی، چون که احترام حافظ قرآن این احترام الله تعالی هست. لیکن برادرایی که حافظ قرآن هست، دانشگاه ختم کردید، علم دارید، این کفایه نیست. این کفایه نیست. بعضی برادرها دانشگاه خواندین، قرآن حفظ کردین، به فکری خودشان کار میکنن باقی مونده شه. الله تعالی بهترین انسان،
بهترین پیغمبرها، سیدی آنها و عالمترین مرد روی دنیا، با عقل ترین مرد روی دنیا رو میگوید که و شاورهم فی الامر، با مسلمان ها مشورت کن میگوید. یعنی در اون کارهایی که نصی صریح نیست در قرآن کریم، در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم به همین مسئله توجیه مشخص نیست، نام به نام همین مسئله شما پرابلم شما در حدیث نباشد و شاورهم فی الامر، با مسلمان ها مشورت کن میگوید. بنابراین همیشه آدم حتی به مرتبه بلند علم رسیدم بگذار از یار و دوستهاش، از اهل علم خاصتا، از بزرگسالها، از با عقلها، در بسیار مسئله ها باید مصلحت پرسد. شرط نیست که مصلحت اجرا کنید، مصلحتی که دادن، لیکن پرسید. الله تعالی نگفته است به مشورت آنها کار کنید، الله تعالی گفته است که مشورت کنید. همیشه از کلان سالها، از آنهایی که تجربه دارند مشورت پرسیدن، این برای پیشروی شما فایده دارد. دعا میکنیم در حقتان که الله تعالی برای حفظ قرآن توفیق که داده است، برای فهم آن و تفسیر آن و عمل کردن به قرآن و دعوت کردن و تعلیم دادن احکام قرآن به مردم و قرآن را برای حجت به فایده ما شما گرداند، نه حجت بر ضرر ما شما، و زبان گویا، تلاوت خوشرو، آواز زیبا برایتان نصیب روزی گرداند. والله تعالی اعلم.